و از آن حضرت سوال شد چه کسانی بدترین این امت هستن؟ فرمود ثروتمندان. البته نه هر ثروتمندی، خوب گوش کنید. نعم مال صالح لرجل صالح، در حدیث آمده که مال خوب، مال صالح، مال حلال اگر در دست انسان صالح بیفته خیلی زیباست. مال اگر دست یک انسان نیکی بیفته که این مال رو اشتغال زایی کنه، از این مال فقر رو از جامعه برداره، از این مال به داد هم نوعان خودش برسه، از این مال در مسیر اعلای کلمت الله، احیای دین استفاده کنه، از این مال جهت ترویج و اشاعت قرآن، اعلای کلمت الله استفاده بکنه، لبخند بر لبا بیاره، غم رو از جامعه ببره، خب این مال دستی تو رو آدمی باشه خیلی خوبه. ولی عموما کسایی که ثروت در دست اونها قرار میگیره عموما و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن اینا به مال برسه از عوارض و آفات مال حفاظت میشه، به مال برسه مال باعث غفلت او نشه، مال باعث شکستن امر الله نشه. چون انسان وقتی ثروتمند میشه زمینه پولداری های کلانتر برای او فراهم میشه و خیلی وقتا برای پولداری کلانتر، پولای بزرگ خب باید امر الله رو هم بشکن، باید دست به حرام هم بزنه. از این همه پول که یک شبه مثلا میلیارد میخواد به حساب او بیاد، به خاطر فلان امر الله باید بگذره. کار بزرگیه، سنگینه. چطور از این همه پولی که یک شبه میخواد برام فراهم بشه بگذرم؟ لذا خیلی کمن. الله میگه و قلیل من عبادی الشکور، بنده های شکرگزاری که کنار ثروت، کنار قدرت، کنار موقعیت های دنیوی بتونن سپاسگزار باشن، امر الله رو فدا نکنن، اینا خیلی کمن. در طول تاریخ اینا کم بوده. برای همین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمود ایاک و التنعم، از تنعم بترسید، از راحت طلبی بترسید، از تنازی بترسید. فان عباد الله لیسوا بالمتنعمین، چون بنده های نیک خدا اهل تنعم نیستن. معمولا وقتی رفاه آمد، وقتی راحتی آمد، تنعم آمد، انسان سرکش میشه. ولئن بسط الله الرزق لعباده لبغوا، مال سرکشی میاره، مال از انسان قارون درست میکنه. مال عموما فتنه ها داره، آسیب ها و آفت ها داره که کمتر هستن افرادی که از او بتونن محفوظ بمانه. محبت دنیا تا یک حدی اشکال نداره، به شرطی که محبت به الله تعالی غالب باشه، محبت به الله تعالی اشد باشه، بیشتر باشه. عموما همه ما شما میگیم که امتحان فقر سختره یا امتحان ثروت؟ هر دو تا امتحان هستن. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، امتحانات گاهی این شکلیه گاهی اون شکلیه. حالا کدوم امتحان سختره؟ امتحان ثروت سختره یا امتحان فقر؟ عموما مردم میگن امتحان فقر سخته، چون نفس ما راحت طلبه، از فقر میترسیم، از نداری میترسیم، میگیم این امتحان سخته چون نگاه ما به دنیاست، میبینیم تو دنیا سخت میگذره با فقر به ما. ولی اون کسایی که نگاه اخروی دارن و میفهمن چه آسیبهایی به آخرت ممکنه این دنیا و رفاه او وارد کنه، اینا از این امتحان ثروت بیشتر میترسن. امتحان ثروت از امتحان فقر به مراتب سختره، چون تو فقر انسان دل شکسته ای داره، غیر از خدا کسی رو نداره. تو فقر انسان الله رو فریاد میزنه، تو فقر انسان اهل تضرع، اهل زاری میشه، پله پله گام به گام به الله نزدیکتر میشه با دل شکستگی های خودش. اما وقتی ثروتمند شد دیگه یاد او هم از خدا نمیاد، کم 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 به جای میرسه خودم به دست آوردم، خودم کردم، خودم هر طور دلم بخواد خرج میکنم. حال فقرای جامعه رو نمیفهمه، حال کسایی که با فقر زندگی میکنن درک نمیکنه، رسیدگی به حال اونها نمیکنه، از خدا دور میشه، قساوت قلب میاره. عموما اینطوریه. یعنی آفات او و امتحان این در حقیقت دومی
که داشتن مال به مراتبی امتحان سختره، ولی مردمی رو درک نمیکنن، فکر میکنن او امتحان سختره. ببینید من وقتی که یه تاجری هستم، برای یه تجارتی رفتم به یک کشوری، قرار چند ماهی اونجا باش، تمام این پول تجارت خودم رو اگه هرچی به دست میارم هی بفرستم به شهر خودم، این درآمدها رو هی حواله کنم بفرستم به منطقه خودم، خب هر روزی که میگذره شوقم به برگشتن و شوقم به آمدن به محل اصلی که پولام هم جلوتر اونجا فرستادم بیشتر میشه. اما اگر بالعکس هرچی پول به دست میارم بیام همونجا تو همون کشور تو همون جایی که برای تجارت رفتم پولا رو همونجا خرج کنم، ملک بخرم، زمین بخرم، آقا هر شب اونجا مشغول فساد و بدی خودم بشم، نهایتا روزی که به من بگم باید برگردی برام سخته. یا الله من هرچی پول به دست آوردم همینجا خرج کردم، ملک خریدم، املاک تو خانه خودم، این همه اسباب وسایل خریدم، اینا رو هم نمیتونم با خودم ببرم، لذا از رفتن خوشم نمیاد، دوست دارم اینجا بمانم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اگر از مرگ میترسی، از مرگ بدت میاد، مال و ثروت رو جلوتر بفرست. اگر مال تو جلوتر رفت کاخهای جنت شد، مال تو جلوتر رفت رضایت الله شد، مال تو جلوتر رفت و سبب ساختن آخرت تو شد، اون موقع شوق آخرت، شوق لقای الله تعالی هم در وجود تو پیدا میشه.